سالمی بود، آدم صالحی بود، نیتش خیر بود. شهدایی که کنار ایشون بودن زندان رفتن، اذیت شدن، قبل از انقلاب کشته شدن، بعد از انقلاب کشته شدن، تو ترورها، تو جنگ. من واقعا اینا رو شهید میدونم. ولو اینکه کار رو اشتباه میدونم ها، معتقدم که خطای جدی اتفاق افتاد. آیت الله خمینی خب یه فقیه بود، بد فهمیدین بحث ولایت فقیه رو، بد فهمید روایات رایات رو، درست؟ و بر اساس اون یه حرکتی رو شروع کرد و خیلی به خودش و دیگران آسیب زد. این همه خانواده ها، این همه شهدا، این یه ملت. الان ثمرش رو دارید میبینید. اون روایت گفته بودن که هر قیامی که بشه جز این نیست که بر مهنت ما و شیعانمون اضافه میکنن. شما وضعیت کشور رو ببینید. خب ولی با این حال من این مقدار از اهل بیت یاد گرفتم که ممکنه که یکی از نیتش خیر باشه و خدام عملش رو بپذیره، ولی معناش این نیست که کارش درسته.